هر کسی یه نقطه ضعفی داره. اگر روی این نقطه ضعفش دست بذاری میره رو موضع ضعفش و عدم دفاع از خودش. اما یه سری نقاط ضعف هست وقتی روش دست بذاری طرف میره روی موضعی که تو دیگه نمیتونی کنترلش بکنی. اینجا جزء اون نقطه ضعف هاییه که اگه روش دست بذارن ایرانی نمیره روی فضای بی‌دفاعی و مظلومیت خودش، اتفاقا میره روی موضعی که تو دیگه نمیتونی کنترلش بکنی واسه دفاع از خودش. اسم قدیمش بود جرئون. اون جزیره خوشگلو دارم میگم که در زمان صفویه کل این منطقه و اون جزیره خوشگل به مدت 10 روز در محاصره صفوی ها در اومد. ارتششون و پرتغالی ها دست رو همون نقطه ضعفه که عرض کردم. بعدها وقتی اینجا به استعمار پرتغالی ها در اومد بیش از 100 سال، نامش تغییر پیدا کرد به گامبرون، یک واژه پرتغالی به نام میگو، و اسمش عوض شد و تبدیل شد به بندر عباس و اینجا خلیج همیشه فارس و اون جزیره خوشگلی که دارید میبینید هرمز. چند روزی ما اینجا با شما حرف داریم و کار داریم و اما الان چرا توی این لوکیشن ایستادم عرض کنم خدمتتون. اسپانیا شما هر جا فکرشو بخونی میتونی پیداش کنی. از قلبی، نیویورک، تورنتو، برلین، وین، بیا تا بندر عباس. جناب آقای راسخی نازنین. آقا مخلص. خوبی شما؟ سلام. اسپانی درت با من اسپانی حرف بزنید. احساس غربت نداری. نه خواهش می‌کنم. احتیاط. من واقعیت به خاطر اینکه حالا چندین سال توی اصفهان نبودم یکم لهجه‌ام برگشت. نه با هم دیگه دوباره روشنش می‌کنیم. آره دقیقاً. آقای راسخی نازنین مدیر شعبه بندر عباس تانیس با اسپانیایی. سلام علیکم. چند وقتی از دور بوده؟ سلام علیکم. ان که هر جا هستین خوش و خرم و سلامت باشین. دلم براتون تنگ شده واقعا اینو میگم از صمیم قلب و ان که هر جا هستید خوش و سلامت و خندون باشید. در خدمتتون هستم. ما مخلص شما. یه نکته جالب واسهتون بگم، توی 6 ماهه اول امسال، درسته؟ 6 ماهه تقریبا میشه بگی 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم. آره اول فضلن به این صندلی نگیره بخوره زمین. بندر عباس بیشتر از تمام شعب تانیس توی ایران فروش داشته. چند تن اینجا بار خالی میشه؟ کل فروشی که حالا کل محصولات رو بخوایم سرجم حساب بکنیم قول هوشه بین 75 تا 85 تن. 75 تا 85 تن فروش بار دارن توی بندر عباس. و یه نکته جالب واسهتون بگم، شاید بگید که آقا خب بندر عباسه و خیلی میان سفر و این حرفا، در حالی که ما توی تابستون آنچنان مسافری توی بندر عباس نداریم. نه واقعا، یعنی دقیقاً کوچ جمعیت بومی بندر عباس توی 3 ماه تابستون اتفاق میفته و نیست کسی توی بندر عباس، اکثرا به خاطر گرمای و این شدید. که کسی نبود توی بندر عباس با اینکه اینجوری بود تانیس تو کل ایران داشت رکورد میزد. بله دقیقاً. شعبه بندر عباس در رشد فروش داشت نسبت به ماه‌های قبلش، کسی نبود اصلا تو بندر عباس، نسبت به ماه‌های قبلش و نسبت به فروش سال گذشتهش. یه نکته هم واسهتون بگم، یه موقع داری در مورد اصفهان داری صحبت می‌کنی، یه موقع داری در مورد رشت و مشهد و شیراز داری صحبت می‌کنی، یه موقع داری در مورد بندر عباس صحبت می‌کنی. بندر عباسی‌ها یا کلاً جنوبی‌ها سوسیس کالباس شناسن، کلا فراورده های گوشتی شناسن که مصرف دارن. دقیقاً. خب و هر برندی حالا اگر اشتباه میگم شما تصحیح کنید، من بعید میدونم هر برندی اینجا بتونه فعالیت خوب داشته باشه، چون اینا جنس میشناسن، که مصرف دارن، جنس میشناسن. دقیقاً. پرسنل داری؟ با خود بند 31 نفر. 31 نفر دارن فعالیت میکنن. این چندین سال ریزش نیرومون خیلی کم محدود بوده. آقا 31 نفر میشه یه کارخونه کوچیکا، بنزه کارخونه کوچیک پرسنل داره. سوالی که دارم، میتونی به صورت حدودی بگید چند تا مغازه توی بندر عباس دارن جنس میگیرن اصلا؟ بله ما الان تعداد مشتریای فعالی که روی سیستم خودمون داریم و داریم باهاشون کار میکنیم یه چیزی در حدود 1400 تا مشتری، 1400 تا مغازه هست. 1400 تا مغازه توی بندر عباس دارن با تانیس کار میکنن. بله دقیقاً. توی استان هرمزگان. این یه اتفاق خوب واسه شهر ماست. این یه برند اصفهانیه داره اینجوری داره کار میکنه.
و غالب نفراتی هم که توی این شرکت توی اصفهان دارن کار میکنن اصفهانی هن. داریم میبینیم که مدیرانش، حالا ما شیراز پیش آقای خانی رفتیم اصفهانی بود، یزد پیش دوست عزیزمون رفتیم اصفهانی بود، الان اومدیم بندر عباس ببینیم که مدیر شعبه اصفهانیه.